روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در کشور ژاپن. صنعت و هنر تاجیک در دولت طلوع آفتاب معرفی می شود. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در پایتخت ژاپن شهر توکیو. محض سیاستی درهای باز حکومت جمهوری تاجیکستان امکان فراهم نموده است که کشور ما در سمت سیاست خارجی و دیپلمات معاصر با دستاوردهای بزرگ نائل گردد و جهانیان کشور ما را با عنوان دولت صاحب استقلال و متمدن در سطح منطقه و جهان اعتراف نمایند. تحلیلگران و کارشناسان بر آن عقیده‌اند که برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در ژاپن و روزهای فرهنگ ژاپن در تاجیکستان خود بیانگر رشد و تحکیم همکاری‌ها و مناسبت‌های دوجانبه و بسیار جانبه بین تاجیکستان و ژاپن است. جمهوری تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلالیتش همچون یک کشور خواهان مناسبت‌های نیک و دوستانه با همه دولت‌های جهان و میدان سیاست وارد شد و اقدام‌های سازنده و بشردوستانه خود را به جهانیان معرفی کرد. بعد از آن کشورهای دور و نزدیک تدریجاً استقلالیت ما را اعتراف نمودند. ژاپن یکی از اولین دولت‌های آسیا است که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف نموده برای آغاز همکاری‌ها با کشور ما اظهار آمادگی کرده بود. راه طولانی طی کرده تاجیکستان و ژاپن و عامل‌های اساسی رشد آینده مناسبت‌های کشورها نشان می‌دهد که آینده همکاری‌های تاجیکستان و ژاپن در زمینه‌های گوناگون حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و معنوی درخشان خواهد بود. ژاپن 28 دکبر سال 1991 استقلالیت جمهوری تاجیکستان را اعتراف نمود. مناسبت‌های دیپلماتی میان تاجیکستان و ژاپن 2 فوریه سال 1992 برقرار شده. سفارت تاجیکستان در ژاپن سال 2007 و سفارت ژاپن در تاجیکستان سال 2002 افتتاح یافته فعالیت دارند. مرحله‌های همکاری که میان این دو کشور پس سر شدند فعال و موفق بودند و بر روند آینده همکاری‌های پرثمر اساس گذاشتند. مناسبت‌های استوار و گوناگون جنبه بین تاجیکستان و ژاپن از زمان تشکلیابی تا امروز در حالت رشد پایدار قرار دارند. زمینه شرطنامه‌ای حقوقی دو کشور را زیاده از 30 سازشنامه‌های بین حکومتی تشکیل می‌دهد. در روند مناسبت‌های دوجانبه با مقصد تحکیم همکاری‌های سودمند، سفرهای مشترک هیئت‌های سطح بلند و عالی برپا گردیدند. برای تحکیم همکاری گوناگون جنبه علل خصوص جانلاگ نمودن مناسبت‌های تجارتی اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی، ژاپن اقدام تأسیس تشکیلات نوی همکاری را در شکل مکالمه ژاپن آسیای مرکزی پیش گرفته است. همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان تاجیکستان و ژاپن پایه استوار دارد. بنیاد کارخانه مشترک، افزایش مال و محصولات صادراتی و وارداتی کشورها و ساختمان و تجدید راه‌ها برای رشد اقتصادیات هر دو دولت زمینه گذاشته است و حالا تشکیلات‌های با نفوذ دولت ژاپن در قلمرو کشور ما فعالیت خوب و باثمر دارند.タジキスタン共和国文化の日の記念コンサートにお越しいただきありがとうございます。私はタジキスタン出身のマヒノーズです。よろしくお願いいたします。
بخشیده به اعلان سال 2018 با عنوان سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی چند پیش با اشتراک تاجیکان ژاپن و همدستی سفارت جمهوری تاجیکستان در پایتخت ژاپن شهر توکیو روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که در این چهاربینی نمایندگان کشورهای گوناگون جهان، نمایندگان وزارت کارهای خارجی ژاپن، مسئولان تشکیلات بین المللی همکاری ژاپن، تاجیکان مقیم ژاپن، اسپیرانتان، عنوانجویان، دانشجویان و غیره اشتراک نمودند. در این چهاربینی فرهنگی که بار نخست بین این دو کشور دوست و برادر برگزار گردید، کارمندان و هنرمندان وزارت فرهنگ ژاپن اشتراک نموده با سرود و ترانه‌های اهمیت دوستی داشته دل صدها نفر را شاد نمودند. گفته می شود که برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در شهر توکیو ژاپن با چنین شکل و صورت و سطح بلند نخستین بوده. برگزاری روزهای فرهنگ کشور ما در این دولت پیشرفته منطقه شرق آسیا و براه ماندن روزهای فرهنگی دولت ژاپن در شهر دوشنبه خود شهادت از آن می دهد که حالا همکاری ها و مناسبت های دوجانبه جمهوری تاجیکستان و کشور ژاپن در سمت علم و معارف، فرهنگ، تکنولوژی، سرمایه گذاری، کمونیکاسیون، الکترونیکا، تجارت و غیره با مرحله با ثمر و پر از امید وارد گردیده است. قابل ذکر است که حالا بیش از 50 نفر شهروندان تاجیکستان از قبیل دانشجویان، عنوانجویان، تجربه آموزان، آموزگاران و غیره در دانشگاه و دانشکده‌های ژاپن از قبیل دانشگاه توکیو، دانشگاه سکوبا، دانشگاه خیراسیما و غیره تحصیل، آموزش و کار میکنند و تنها همساله با دستگیری شرکت جایکا 10 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان با مدت 40 روز، 6 ماه و 2.5 سال برای تحصیل فرستاده می شوند. بعد از رشد همکاری ها بین تاجیکستان و ژاپن در زمان صاحب استقلالی کشور، بیش از 2200 نفر شهروندان تاجیکستان برای تحصیل به شهرهای گوناگون ژاپن رفته با سر بلند و تخصص عالی به وطن برگشته حالا مشغول کار و فعالیت در ساختارهای گوناگون مملکت می باشند. از هر نگاه برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در ژاپن بخصوص در سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی با تلاش‌های سفارت کشور ما در این کشور نزد طلوع خورشید این خود بیانگر رشد ساحه و جلب ساکنان و سیاحان این دولت پیشقدم به تاجیکستان مساعدت می‌نماید. کارشناسان در رشد مناسبت‌های تاجیکستان و ژاپن خوشبین بوده بر آن عقیده‌اند که در صورت تحکیم بیشتر همکاری‌ها بین این دو دولت کشور ما میتواند با عنوان دولتی در حال رشد و ظرفیت‌های بزرگ کشاورزی و انرژتیکی به دستاوردهای بزرگ صنعتی و تکنولوژی و علمی و اقتصادی نائل گردد.